در این کلبه سردی خود پدری بزرگ مهریاروف وکیل دفاع هر روز مهمان دارد. خبرنگاران از رسانه‌های داخل و خارج به سراغ نویسنده روشنیار محمد می آیند و درباره سرنوشت پسرش بزرگ مهریاروف پرسان می شوند. بزرگ مهریاروف وکیل دفاع تاجیک با جرم قلابی ماه سپتامبر بازداشت شد. حالا این وکیل با اتهام تندگرایی هم عیبدار می شود. خانواده بزرگ مهر در این 4 ماه بدون او مشکل ترین روزها را پشت سر می کنند. آنها خانه و اشیاهای روزگار را فروخته برای بزرگ مهر خوراک می برند. خانواده‌اش اول اجتماعی اویلش میآید. کودکاش من قریب دیگر ندیدم. دو دارد. فخر میکردیم که مثلا بزرگ هم خیلی فرزند داریم و بعضی مسئله های مادی به من یاردم میکرد. در چاپ کتاب هایم مثلا یاری میرسوند. اسم بزرگ مهریاروف با چند پرونده پرسر و صدا از جمله بحث خانواده تورجانزاده ها با مفتی تاجیکستان، بحث بازار انعام شهری توس که با محیب‌الله سعدالله‌اف دادر عروس پرزیدنت بود پیوند است. اما آخرین پرونده که او به عهده گرفت و ناتمام ماند حمایت از اعضای بازداشت شده های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. نزدیکان بزرگ مهریاروف هم همین قضیه اخیر را سبب اصلی بازداشت وکیل دفاع می‌دانند. بازداشت بزرگ مهریاروف زمانی صورت گرفت که هنوز قضیه ادوکات‌ها شهرت قدرتوف و فخرالدین زاکیروف از سری زبان‌ها دور نشده بود. قدرتوف وکیل دفاعی صاحبکار معروف زید سعیدوف در اول سال روان با گمان پیشنهاد پاره و قلابی به 9 سال زندان محکوم شد. این عیبنامه را شهرت قدرتوف و نزدیکان او آن زمان رد کرده میگفتند این بازداشت انگیزه سیاسی دارد. همین دلی زید با همین یک دوپر و دمدمش ماشین بود. دخترام آمده کامera صورت کرده بودم. سال 2015 در مجموع برای اکثر ادوکات‌های تاجیکستان از نخستین روزهایش تا به آخر پر از اضطراب و تشویش، نگرانی و تصویب قانون و قرارهای نو به نو بود. در پی قبول قانون درباره ادوکاتور ماه مارس سال روان کمیسیای تخصصی سنجش ادوکات‌ها تأسیس یافت و به نوع از غلبیر تکیدن ادوکات‌ها شروع کرد. تا 60% ادوکات‌ها برخی هم سابقه‌دار به دلایل مختلف از سنجش کمیسیون تخصصی نگذشتند و مقام ادوکاتیشان رد شد. یکی از این وکیلان هم سعید بیگ نوریدینوف رئیس اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان است. او در انجمن ویژه ادوکات‌ها از میان 4 نامزد رهبر اتفاق انتخاب شد. اما ماه نوامبر بعد وارد شدن اصلاحات در قانون از سوی کمیسیون تخصصی نزد وزارت عدلیه مقام ادوکاتیش رد شد. گرچند که ما با قبول شدن همین قانون مذکور با ما بسیار یک مشکلی پیش اومده است که البته برای رشد ادوکاتور، برای اصلاحات ادوکاتور نه اینکه مساعدت بلکه مانعگی جدی پیشنهاد آورده است و واقعا قسما از فعالیت ادوکاتور ما را همین قانون و ماس کمیسیون تخصصی نزد وزارت عدلیه قسما فلج نموده است. در حال حاضر بنا با امورهای رسمی در تاجیکستان بیش از 1000 ادوکات فعالیت دارند، اما عملا به اطلاع اتفاق نو تأسیس ادوکات‌ها در کشور فقط 800 وکیل از شهروندان حمایت میکنند. مقامات هم اقرار میکنند که تاجیکستان یکی از کم وکیل‌ترین کشور در جهان است. هدف از این تغییرات در قانون درباره ادوکات‌ها را هم وکیلان دفاع و تحلیلگران تلاش برای زیر نظارت گرفتن فعالیت ادوکات‌ها عنوان میکنند، ولی خود مقامات این ادعا را رد میکند. انکشاف مناسبت‌های جامعه پیشرفت جامعه است و البته تجربه جهانی نشان داد که اکثر دولت‌هایی که ساختار گران ادوکاتور دارند آنها هم‌طرفه می‌توانند که کارمندان خود را حمایت کنند. واقع در شهر دوشنبه خیابانی رو یک هدف اساسی بلکه محوری وجودی ادوکات در جامعه حمایت از افراد محتاج کمک‌های حقوقی است. دسترسی به ادوکات اصل است که در قانون‌های اساسی تقریبا همه کشورهای دنیا درج شده است، ولی وکیلان دفاعی که تا 1 سال پیش از محبوسان سیاسی در سخت‌ترین حالت‌ها دفاع می‌کردند فعلا پشت پنجره خود نیاز به دفاع دارند، اما همکسبان همکنون سابق این وکیلان حمایت آنها را بر دوش نمی‌گیرند. نزدیکان وکیلان زندانی بازم امیدوارند که در سال نو تغییر مثبت در قضیه‌های آنها رخ خواهد داد و آنها به آزادی خواهند رسید.